فرهاد جوانی موفق بود که برای پیشرفت به شهر رفته بود و مادرش در روستایی دور تنها زندگی می‌کرد. فرهاد همیشه میگفت کارم از همه چیز مهمتره. روزی نامه‌ای به دستش رسید که همسایه‌ها نوشته بودند مادرت سخت بیمار شده و چشم انتظار توست. فرهاد با بیمیلی و قرولند که وقتش تلف می‌شود راهی روستا شد. وقتی رسید مادرش را دید که رنجور و بیجان روی تخت افتاده و مشتش را محکم بسته است. فرهاد با گلایه گفت مادر چرا مراقب خودت نیستی؟ من 1000 تا کار دارم، نمیتوانم که اینجا بمانم. مادر با شنیدن صدای پسرش لبخندی بی‌رمق زد و مشتش را باز کرد. یک تکه سنگ معمولی و زبر در دستش بود. فرهاد با تعجب پرسید این سنگ چیه؟ چرا اینو نگه داشتی؟ مادر با صدایی لرزان گفت یادت هست آن خانه قدیمی را؟ در و دیوار درستی نداشت. زمستان‌ها که میشد باد و سوز سرما از لای درس‌ها توی اتاق میپیچید. وسیله گرمایشی هم که نداشتیم. من برای اینکه تو یخ نزنی شب‌ها گل درست میکردم و با این سنگ‌ها جلوی سوراخ سنبه‌های دیوار کنار تختت را میگرفتم تا باد به تو نخورد. این آخرین سنگی است که آنجا گذاشت. مادر نفس عمیقی کشید و ادامه داد. این سنگ را نگه داشتم تا یادم بماند برای قد کشیدن تو چطور با چنگ و دندان جلوی سختی‌ها ایستادم. این سنگ شاهد تمام عشق من به توست. فرهاد به دستان پینه بسته مادر و آن سنگ نگاه کرد. تمام غرورش شکست. زانو زد، سنگ را روی قلبش فشرد و بر دستان مادر بوسه زد. هیچ کس توی دنیا دلسوزتر از مادر نیست. اگه موافقی بنویس مادرم همه دنیامه.